چند روز پیش دوستام زنگ زدن گفتن بهنام ما رشتیم و نیم ساعت دیگه پیشتیم، میشه برامون کباب ترش درست کنی؟ منم نیم ساعته براشون کوبیده ترش گیلان رو درست کردم. یعنی گوشت چرخ کرده رو با پیاز رندیده و آب گرفته، سیر رندیده، پودر دود و نمک و فلفل و زردچوبه ورز دادم و 1 ساعت گذاشتم یخچال. بعد توی کره پهنش کردم و تا خودشو نگرفته برشش دادم. یه طرفش که پخت برش گردوندم و برای سس ترش و خوشمزه‌اش پیاز رندیده رو تفت دادم، نمک و فلفل و زردچوبه رو باهاش یه همی زدم و گردو رو توی نمکیار خورد کردم و با رب انار ریختم توش. اینم خالواشه که خوردش کردم ریختم توی سس و با آب انار یه همی زدم و نصف لیوان آب اضافه کردم تا یه قلی بخوره و ریختمش روی کبابا تا قشنگ به خوردشون بره. آخ آخ آخ، نمیدونید این کباب کوبیده تابعی ترش چقدر خوشمزه است. حتما این پستو بفرستین واسه اونایی که دلشون هوای کبابای گیلانو کرده و فضای آتیش روشن کردن ندارن. عاشقش میشین. آفرین بهنام.